دنیاشنوی.com. سلام و السلام علیکم دوستان عزیز، مخلصان عزیزی ما و همه شمایان بار دیگر کیفیت سال نوی را آرزو مندیم. امروز جمعی تبریکات شهنان در تبریک نوبتی هستیم در این سال نو در خانواده براتمک برای تبریک کردن جشن زادروزشان از نام دختران، از نام مهربان آیتی، رحیم آیتی، پدر عزیز خاندان را برات بابا را در جشن زادروز 66 سالگیشان تبریک میگویم. همراه شما عزیزان به هم ببینیم، با ما باشد، کیفیت خوش و خرسند و شادیانه همراه شمایان باشد. رفته در این دنیای برهنه مرحمت برات بابا. قدر ای پیر بر نادل، توی عاشق ترین دلدار، برای راحتی روحم به سرداری شوق کن، پناه گرمی تو رحمان میری آثاری در این دنیای برهنه، با قلبم مرهمی دردی و درمانی. السلام علیکم برات بابا، زادروز مبارک و همه شمایان سال نو میلادی را مبارکباد میگویم. امروز زادروز را میلادی را مبارکباد میگویم. برات بابا امروز چند بدن آمده ایم؟ 67 نه حالی یاش کن، حالی نو جوان، حالی نو اسکو فرامده ایم، حالی نو 17 و 18 ساله بریم. زادروزتان مبارک، همیشه صحت سلامت باشید. امروز شما را از نام فرزندان، از نام دختران نازنینتان، از نام مهربان آیتی، رحیم آیتی تبریک میگویم. گفتن در خورده ما قهرمان زندگی ما، پدر مهربان حاضر باشد پشت و پناه قبلگاه ما، دعاگوی ما فرزندان، پدر را دوست می‌داریم. البته برات بابا هر دختر با پدر مهرش دیگر بوده است. میگویند پیغمبر خدا هم فرموده است که کلید در جنت دختر است و مهربان ترین برای پدر دختر است. امروز از نام نمی دختران نازنین شما را تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشید، در سر فرزندان دعاگوی شده، آینده با حاجی بابا شده گشتن برای شما نصیب کنند. امروز میگویند در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من کتابی نابی پندم از دعایت ای پدر، یک قدم از گفته‌ات بیرون نماندم پای خود، نزد یاران ارجمندم از دعایت ای پدر. گر تمامی سال بارد بر سرم باران و برف، کوهساری بیگزندم از دعایت ای پدر. بودگیشان برای ما بخت و تخت و دولت است. از خورده ما انا همین بعد از سال نو با جشن زادروزی در جانم جشن میگرفتیم و آن لحظه ها برفای بلند میبارید و ان همین کوهستان و بسیار زیبا میگذراندیم. آن لحظه ها را یاد کردیم و با همون یادی آن لحظه ها امروز برای شما سورپرایز تیار کردم. برایشان گویید که درد بلمگن آتم، قد سر سنمگن آتم، فرزندlar iqboli uchun mehnat qilib tinmagan otam, bolam chaqam qizlarim degan, ortda qolar izlarim degan, baxtim tilab duolar qilgan, mehnat qilib tinmagan otam, qo'li loydan chiqmagan gohi, bo'zlab sira aytilmas ohi, so'zlarimda xudo guvohi, mehnat qilib tinmagan otam. امروز زادروزتان مبارک باشد. در آینده به زیارت انا همین کعبه‌الله نصیب کند. من 2024 سال آمد، خدا کند که به صف حاجیان باز حاجی ها زیاد شوند و استقلالیت ازبکستان هم چشم نرسد که این خیلی در دروازه ها گشاده است. با چنین نیت ها از نام فرزندان، شخصا از نام مهربان آیتی، رحیم آیتی، در اینجا یک کتابی که تمام روی دنیا تن گرفتند، کتاب قیمت بهاترین قرآن کریم را برای شما آماده کردیم. مرحمت، یک قرصک بزنید برایشان. مبارک باشد. زادروز مبارک.
البته فرزندان نیت‌های نوزادکشان رو شنویم. مرحبا. داداجان ساق سلامت گردید، صد بدروید. الهیم خدا دادگی عمره نصف بچه ها که همه نگراتون که گذرانید، صد بدروید الهیم. صد بدروید بابا. صد بدروید. صد بدروید. رحمت. رحمت تشکر میگویم. برات بابا نبیره چند تا؟ بسیاره 11 تا. خدا نکند که ابیرتوی ها برسانند، در سر فرزند و نبیره ها سایبان شده. میگویند پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند، گرم و سرد و نیک و بد را بارها سنجیدند. حرمت پیران نماگو از جوانی بس بناز، زیرا پیران نیز ایام جوانی را دیدند. البته امروز شما پیر شد که همین نبیره ها میوه شما هستند، همیشه در اطراف شما پروانه هستند با بوجان شیرینی نبیره ها. میخواستیم تارت رو نزدیکتر بیارن، مرحمت یک جای همه ما شیرینی رو میبریم، از آن تداول میکنیم. مرحمت. Стали звезды на год взрослей, лик сорвался с календаря, но не стоит груститься все друзья. И чем больше друзей سمسات میکنیم، نزدیکتر میستیم. مرحبا. همه ما یک جای زادروز مبارک. خواندگارتون اکو یک آیله شده. امروز زادروز است، سال نو است. دارتون نزدیکتر. مرحبا. مبارک باشد. دارید شمایم. دارید شمایم یک جای. زادروز مبارک باشد. Телеграммы летят в окно, порой не всегда везло. Не печалься и не жалей, будет много светлых дней. Со свечами большой пирог и шампанское потолок. Сколько будет земля кружить, столько будем жить. Днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний исполнения и миллион ночей дней. Днем рождения, любви до головокружения, чумового настроения и самых преданных друзей. Днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей дней. Днем مبارک باشد. زادروز مبارک. любви до головокружения и чумового настроения. Анора, марҳамат, падар رو تبریک میگیم. کماله عذر. مرحمت، پدر رو در روز خرسندی تبریک میگویم. از نام خودتان اصلدین بود آزید. از نام اصلدین مرحمت. داداجان الهیم صد بدره، بختان به همیشه ساق و سلامت گرده. چی نیت تلقا داره همش برسه. الهیم بی جانم کتی صد بدره. خوشا پیر شبه بختی موام و آیتیام و اکاام و همیشه ساق سلامت گرده داداجان. رحمت تشکر میگویم. مرحمت از شما میشنویم مهتر. الهیم صد بدره. رحمت شما بیم بچه ها. رحمت تشکر. اکنون مراد بابا امروز هم سالی نو، هم زادروز، همراهی نبیره ها یک آیله فرزندان میرقصیم. سرود میمانیم برای شمایان. بعد از آن باشد رسمگیری میکنیم. امروز بعضی را دوام میکنیم. 120 ساله شود. خدا خواهد 70 و 80 و 100 سالگی با ماده تبریک کردن برای ما نصیب کند. میگویم زادروز مبارک. دفعه نوبتی آمدگان ما برات بابا نه حاجی بابا گفته شما تکلیف کردن نصیب کند. مرحبا. سرودهای شیخ برای شمایان میرقصیم. زادروز مبارک.
اینک بیننده های عزیز امروز باز در این کیفیت سال نوی در خانواده بارات بابا مهمان شدیم. در جشن زادروزشان بارات بابا را از نام فرزندان دختران تبریک کردیم. همراه شما عزیزان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رحمت بارات بابا، روزای ناز ببینیم. سلامت باشید.